آقا سلام علیکم، خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل ما. جدید که نیست ولی خب ادیت نیست، یک ویدیو از خودمون که داریم درست میکنیم، یه آموزش به شما میدیم. میدونم که حداقل هر کدوم از شما دلتون میخواد حالا استریم کنید، چه با گوشی چه با سیستم، که سیستمش آسونه. با گوشی یکم سخته که امروز آموزشش رو به شما میدم. شما اول وارد مایکت یا گوگل پلی میشید. من روز نصبش نکردم. شما اینجا میایید وارد مایکت، سرچ استریم لبز، یا سرچش میکنید. سرچش که کردید اینجا اولین چیزی که میاد استریم لایو استریمینگ، دانلود میکنید. گفتم اینجا دانلود بشه. خب دانلود شد. این حافظه گوشی ما والا نمیدونم چه میشه، اصلا اینقدر پر میشه. برنامه دانلود شد. استریم لبز وارد میشیم. وارد شدیم اینجا ویلکام تو استریم لبز میاره. نکست. اینجا استریم یور کامera، یعنی که از تنها از صورت خود میخواید استریم بذارید. دومی استریم یور گیمز، که اساس معلومه یعنی استریم از روی گیمتون، صفحه موبایل یعنی گیم. کامera اند اسکرین، که همون منظورش با اسکرین از گیم، و کامera یعنی از فیستون استریم بذارید، که ما میخوایم تنها استریم با گیم بذاریم. اینجا میاد، اینجا بعد که زدید رو دومی میاره دیفالت اند کاستم. من دیفالتش رو خیلی تست کردم، سر همین چند بار به چخ سگ رفتیم. بخاطر یه بار کاستم رو میزنید اینجا گو لایو، یعنی این دل کامera، این دل میکروفون. شما میکروفون رو این دل میکنید، نمیدونم کامera میخواید بذارید میخواید نذارید، باز همین کار رو انجام میدید. بعد رو لغو اوکی میره. اینجا شما وارد اینجا میشید. اولین کاری که میکنید اینا رو دیلیت میزنید، چون چیز زیاد مهمی نیست آخه اینا. دیلیت بخور سیو. خب شما همونطور که میبینید الان اومد بالا و اسکرین اینا همیشه بالاست. حالا چطوری میخواید برید رو لایف؟ اول که اینجا گو لایو رو میزنید، گو لایو پایین میزنید. نوشته اینجا کات بزن. نوشته استریم آیدی، تویچ، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، تیک تاک. حالا اون تروو چیه؟ همون یا کاستوم RTMP. چون اینجا آپارات نره و ما میخوایم از آپارات حالا استریم کنید، روی ستاپ باید بزنیم. شما اینجا تویچ میخوای لوگین میکنید، یوتیوب لوگین، توییتر لوگین، همه شو باید لوگین کنیم به جز حالا اینا. شما وارد آپاراتتون میشین، از هر جایی که وارد شدین. ولی من گوگل وارد میشم چون گوگل راحت ترم. وارد کیو فالو کرده؟ خب مهم نیست. تنظیمات رو میزنید، تنظیمات حساب کاربری. وارد این سه خط بالا میزنید سمت راست. وارد شروع پخش زنده. اینجا اشتراک گذاری که هیچی مهم نیست. وارد تنظیمات پخش. اگه یه چیز خیلی مهم بهتون بگم که این اصلا نباید پخش بشه. اگه دست کسی افتاد راحت میتونه وارد اکانت شما بشه یا با اکانت شما استریم بذاره و استریمتون رو بگم اکانت شما رو بچخه. استریم URL رو کپی کرده، وارد اینجا میشی، روی کاستوم RTMP میزنید. نیم حالا هرچی خواستیم آپارات میذارم. اینجا یه دقیقه ریدم، ببخش. خب اینجا URL اینجا همونی که کپی کردین اولی. SMK که نوشته باز کپیش میکنید، وارد اینجا میشید، داخل SMK پیست کنید، سیو رو میزنید. شما وقتی سیو رو زدید حالا وارد استریم سیتینگ میشید، آدیو سیتینگ. حالا میخواید چیکار کنید اینجا رو؟ اینش به من ربطی نداره. میخوای بیارش پایین، میکروفون اصلا میخوای بیار پایین، بسته تو یعنی عقب.
ویدیو سیتینگ اینجا کیفیت پخش زنده تو میخواد که از نظر من رو 30 FPS هم خوبه، من 60 FPS میزنم. 38-70 واقعا زیاده از نظر من، یا روی 1000 بذارید. اگه نتتون خوب مثلا میتونید بالا بذارید، در نظر من زیادیه. روی یا 1500 یا 1000 بذارید، چون خودم استریم کردم رو چیا میفهمم. اینجا رو که گذاشتید بیاین بیرون. اینجا هم دیگه نه چیز خاصی نداره. نه این نیست، چی نیست، نه چیز خاصی اینجا نداره. ادوانسیتی کانکت رو میزنید، اینجا کلی چیز نیست. حالا باز میشه که چیزای خاصی نداره. حالا میخواید برید چک کنید و چیز خاصی نداره. حالا شما چیزی میخواید ریمیت رو بندازید. شما وارد اینجا میشید. اول از همه باز اینجا رو دیلیت میزنید. اینا رو که دیلیت زدید وارد اکانت ریمیتتون میشید. ریمیت که وارد شدید اکانت میسازید که اونم آموزشش رو میرم. پنل کاربری روی سه خط سمت چپ بالا میزنید. بعد ابزارها، حالا هدفها. حالا من تنها میخوام هدفها رو اد بدم، حالا بقیه چیزها شما خودتون میتونید اد بدید. هدفها، هدف حمایت مالی، یا کپی میکنید وارد اینجا میشید. اینجا اینطوری باشه بهتون استا رو این بزنید. اینجا حواسم رو سیوش کنم. این رو دیلیت میزنیم. بعدش وارد اد لایر میشید. کاستوم آیتم، اد URL. اینجا URL که دارید رو پیستش میکنید. اد اینجا اد میشه، میذاریش این پایین. حالا هر جا خواستید بذارید. باز حالا دیگه کل چیز اد کامرا، اد گاست که برید نمیدونم واقعا چیه. اد تایم که باید پرمیومش رو بخرید. هر اسم گرافیک نمیدونم چیه ولی خب ادش دادم. خب نمیمد اینگاه، ولش کن. اسم حالا کاستومایزیشن اسکین اسم اد استیم لبز هم که معلوم نیست اصلا چیه. خب شما این کار که کردید روی سیو میزنید. یه دقیقه اینو کوچیکش کنم یکم. سیو میاد بیرون. اینجا میاد بیرون اصلا. از اینجا چی نمیشه اومده هدف خرید مودم برای استریم. حالا شما باز رو همین گو لایو میزنید. اینجا همچین چیزی میاد رو شما رو آپارات پایین نکست رو میزنید. حالا اینجا مهم نیست، چیز مهمی نیست واقعا. گو لایو رو میزنید. الان همونطور که میبینید ما رفتیم رو لایو. الان وارد آپارات هم میشم نشونتون میدم. حتی یکم نت من ضعیفه، مطمئنا شاید نیاره. اطلاعات حساب کاربری، شروع پخش زنده. همونطور که میبینید اینجا نوشته آنلاین، افراد آنلاین 0 نفر که شما رفتین رو لایو، ولی حالا چون نت من ضعیفه نمیاره. ولی دوستان خودم هم انجام دادم، الان اون رو استریم میکند. خلاصه ممنون بودید، ممنون که هستید. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. خدا نگهدار همگی شما.